شما را به مناسبت 90 سالگی تأسیس مجله هجوی خارپشتک صمیمانه تبریک میگم. سلامت باشین شما. و میگفتید که این مجله که یگانه مجله هجوی در مطبوعات تاجیک هست چه جایگاهی را دارد؟ تا همین وقت وظیفه خود رو صافدلانه اجرا کرده آمده شده است و در دوره حاضره، در دوره استقلالیت هم مجله خارپشتک همون موضوع، همون وظیفه که در دوش داشت همون رو اجرا می نماید. یعنی مبارزه با مقابل کمبودی های جامعه، با مقابل کارگریزان و فریبگران و دیگر طبقه که به جامعه ضرر می‌رسانند. مجله خارپشتک یگانه مجله هج و طنز محسوب می‌یابد و حتی در 14 ساله دوران شوروی در تاجیکستان از نشریه‌های بسیار بانفوذ محسوب شد. اما با تاکید خود سابقه‌داران مجله یک مدت این نشریه به گوشه فراموشی رفت. چرا؟ شما سببش را در چی می‌بینید؟ در دوره شوروی مجله خارپشتک یکی از مجله‌های خواندنی‌با و سرنفوذ و سرخواننده در جمهوری ما به حساب می‌رفت. تا حدی که نشر مجله خارپشتک تا 120,000 نسخه رسیدگی بود. در یک ماه 2 بار می‌برآمد. موضوع روز رو پیش خوانندگان می‌گذاشت. متاسفانه بعد در دوره جنگ‌های شهروندی در برابر دیگر نشریه‌ها مجله خارپشتک هم یک دوره از نشر باز ماند. بعد آهسته با یاردم حکومت آهسته در یک کوارتال 1 بار، در یک سال 4 بار 5 بار هم آهسته حالا شکر خدا یک 3 سال اخیر هر ماه برآمده شده است و یکی از سببایی که همین مجله کمتر از چاپ باز ایستاد این هم جنگ شهروندی است که همگان میدونیم که چقدر وضعیت اقتصادی کشور خیلی پس رفته بود. جناب افضل، از سوی دیگر خارپشتک در دوران شوروی از جمله نشریه‌هایی بود که از مطالب آن حتی منصبداران می‌ترسیدند، زیرا در پی نشر مطالب مجله خارپشتک حتی این منصبداران منصب خود را از دست می‌دادند. اما حالا خارپشتک قریب که فراموش شده است. نه منصبدار به استدلال می‌ترسد، نه تنبل و بیکارخوجه و دیگر. حالا هم هستند شخصانی که از این میترسند. با کدام مقصد؟ ما کمبودی را روشاد میگوییم. فقط مقصد ما از آوردن متریال ها تنقیح کردن شخص یا کارخانه یا یگان تشکیلات این نیست که ما آنها رو سیاه کنیم یا مذاق کنیم. ما فقط کمبودی رو میگوییم، راه حل مثال همون کمبودی رو نشان میدیم. مقصد ما اصلاح شدن است. تمام. در حقیقت نسبت سال پیش حاضر نه آنقدر موقع ما بلند است، یکی ما با حل کلکتیو کوشش کرده شدیم که به همون حد رسیم. اقلاً 50-60% همون آبرو، اعتبار یا که مرتبه خارپشتک رو بلند برداریم. چی باید کرد تا همون گونه که شما هم ادعا دارید آبرو و مرتبه مجله که در دوران شوروی خیلی خوب بود و بهتر بود تا به حدی که مقامدارها یا منصبدارها از حجم آن، از تنقید آن در هراس بودند، به همون آبرو مجله باز دوباره برسد؟ اون مرتبه که ما گفتیم رسیدن یگانه سببش این حسابی مالیات است. اگر ما دستگیری نیابیم، حالا از حساب حکومت، از حساب وزارت فرهنگ ما چاپ میشویم و 1000-1200 نسخه خیلی کم است. باید که در هر یک خاندان اقلاً در 2 خانه 1 دانه باید از این مجله باشد. شکر خداوند نویسنده و هجوی‌نگاران خوب داریم. رسامان فقط در ما کمتر هستند، به این معنی که در دوره شوروی در نزد خارپشتک یک مکتب مخصوصی هجوی‌نگاران بودند، کاریکاتوریستان بودند. هستند کاریکاتوریست‌ها، رسامانی که سن سالشون از 50-60 گذشته است و تصور کنید که دیدی آنها با اودیسای حاضره در پروبلم‌های زمانوی دیگر است. اگر جوانان باشند من باید بدانم که تصورات آنها، تصویری آنها، کاریکاتوری که آنها میکشد باز برای اصلاح شدن همین کمبودی
مساعدت خواهد کرد. مقصد دارم، من از سال گذشته نقشه گذاشته بودم که با فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان، با فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه اسلاویانی روسی تاجیکستان با اینستیتوت سند همکاری کنیم. ما میخوایم اقلا یک باری با این دانشجویان از پیش شناس شویم، واخوری گذرانیم و ما باید که با اونها نشان دهیم که امین حج مثلا یا شعری حج یا که پامفلت و فیلیتون و دیگر چی دارن و چی مقصد داریم ما باید. این در نقشه ما هست و یگانه مقصد ما همین است که باید که این مجله خورپوشتک رو ما جوان‌تر کنیم. بگذار 90 ساله باشد، بگذار 100 ساله باشد، ولی کارگرانش، مخلصانش جوانان باشند. نشر و پهن مجله یا که ژورنال خورپوشتک چگونه صورت میگیرد؟ یعنی 1200 نسخه به کی تقسیم می شود؟ ما چند دو سال شد که نظارت میبریم. بسیارتر خوانندگان ما مردمی طرف شمال است، مردمی ولایت سوق، مردم پیش خود ابونه میشوند. ما مکتوب میکنیم به تشکیلات ها، به کارخانه ها، برابریت های ناحیه ها، حتی ولایت ها. تصور کنید که در وابسته به اهالی که در مثال ولایت ختلان یا که در بدخشان است، فایز خیلی خیلی کمی خوانندگان به ما ابونه میشوند. مثلا سال گذشته ما در ولایت سوق بودیم، مسئله ابونه را با مسئله ابونه در آنجا حضور داشتیم. ما چند روبریت با چند کارگرانی چی واخوردیم، صحبت کردیم، ابونه میشوند. بسیارتر آموزگاران، کارگران، دهقانان بسیارتر ابونه میشوند. لیکن همون ابونه در حالتی نمیدونم در با واسطه پشت چخیل میشود که به دیگر روزنامه و مجله ما ابونه را میگذرونند، به خورپوشتک ما نه. در صحبت ما بودن اشرف افضل، سرمحرری مجله خورپوشتک، و صحبت ما هم در رابطه با 90 سالگی تأسیس مجله خورپوشتک بود. جناب افضل، یک جان تشکر.